هیچ وقت برای اینکه زودپزتون زودتر خنک بشه اونو زیر آب سرد نگیرید. وقتی شما این کار اشتباه رو انجام میدید با توجه به اینکه بدنه فلزی زودپز حرارت خیلی زیادی رو تحمل کرده و به حالت انبساط در اومده، به یک باره با ریختن آب سرد منقبض میشه، بدنه فلزی اون از یک قسمت مقاومتش رو از دست میده، دچار شکاف میشه و بوم انفجار رخ میده. مطمئنا شما یک آسیب جدی میبینید. ایمن‌ترین کار اینه که بعد از اینکه مطمئن شدید اون غذاتون پخته، شعله رو خاموش کنید، سوپابش رو کامل بردارید به این صورت تا این صدا به گوشتون برسه. وقتی که مطمئن شدید فشار مازاد اون کامل تخلیه شده، 10 دقیقه تا 15 دقیقه دیگه بهش زمان بدید، خنک شد، در اونو با ایمنی کامل باز کنید. اگر هم این صدا به گوشتون نرسید، یعنی مسیر اون سوپاب اطمینان کامل مسدود شده و مواد غذایی داخلش گیر کرده، با یه خلال چوبی اون مسیر رو به این صورت باز میکنید. بعد از اینکه بازم این صدا به گوشتون رسید، مطمئن شدید فشار مازاد اون تخلیه شده، کامل در اونو با ایمنی کامل باز میکنید. ایمن باشید. خدا نگهدار.